شیعه و تحریف قرآن. ما امروز شیعه و سنی معتقدیم که قرآن تحریف نشده است. ما امروز شیعه و سنی معتقدیم که قرآن تحریف نشده است. جناب حجت الاسلام، این فرمایش شما 50% درست است، یعنی اینکه اهل سنت و توده اهل تشیع معتقد به تحریف قرآن نیستند، اما در مورد علمای شیعه تقیه می‌فرمایید، چرا که صدها روایت در کتاب‌های علما و مراجع شیعه حکایت از تحریف قرآن دارد و شیعیان را به قرآن اصلی که امام زمان با خود خواهد آورد نوید می‌دهد. علامه مجلسی در کتاب مرآة العقول فی شرح اخبار آل رسول جلد 2 صفحه 322 میگوید روایات نقص و تغییر در قرآن متواتر است، لکن ما مکلف به عمل به همین قرآن موجود هستیم تا امام زمان ظهور کند. نعمت الله جزائری در کتاب الانوار النعمانیه جلد 2 صفحه 360 میگوید از ائمه علیهم السلام روایت شده است که آنان به شیعه خود امر کردند که به این مقدار موجود از قرآن برای نماز خواندن و عمل کردن به احکام آن اکتفا کنند تا اینکه سرور ما صاحب الزمان مهدی ظاهر شود، سپس این قرآن از بین مردم برداشته و به آسمان برده می شود و قرآنی که امیر مومنان آن را تألیف کرده است خارج می شود، سپس آن قرآن خوانده و به احکام آن عمل می شود. و ابوالحسن آملی در مرآة الانوار و مشکاة الاسرار صفحه 136 چنین می گوید به راستی قرآن محفوظی که ذکر شده همان قرآنی است که علی آن را جمع‌آوری نموده است و سپس از آن نگهداری کرده تا اینکه به پسرش حسن رسید و بدین صورت ادامه یافته تا اینکه به دست قائم یعنی مهدی رسید و امروز آن قرآن نزد او می باشد. آیا شما کتاب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب تألیف نوری طبرسی که یکی از محدثین شیعه است را نخوانده اید که قائل به سوره‌ای به نام سوره ولایت است که به زعم او از قرآن تحریف شده حذف شده است؟ با این حال چگونه به خود جرأت می‌دهید و می‌گویید شیعه معتقد به تحریف قرآن نیست؟